ما فکر دارم که همین ادگاره برای کودکان ماشه بسیار درست است. چون که همین کودکان میره رای ماشینا میگذارن، تربیت درستی راهگردی ندارن. بسیار من زید هستم که همین کودکان ادگاره نه. همین کودکان ما حاضر همین شده حاضر اما انتظار همین ایده خوبانن. آدم خرسندی ادگاره شدن. اما کودکان مایده مثال بگردن کلانسال ممکن نیست. یا کلان آدم‌ها کلان‌ها که برای من یک خواهش مثال همین که کنه که برای من یک مثال 80-90 تا بشینن. یک دو کنن بخیزن. آدم عذاب نشه مثال. دو کردن خیلی در حق اولها گذشته حتما لازمه. این خوب است. آقا همه انتظارن. میگن همه میگم خب باشیم میگردین. یک چهارگانه بیا بسیار نگردین. هم یک خرسندی که یک پاگیر دو پاگیر دارن تمام دیگه. بتوزارم ادگاره که کودک‌های مایده را اجازت یان خرسندی کودک‌ها باید همه را خوب ترای. با کلانسالو ها نگردن. همون مصیبت داران را بروان کسالو را خبر گیرن. اکی خونه وقت نگشتن نر نیست. همون بچه‌های تا 10 ساله را بگردن خوب باید خرسند میشوند. یکی که کلانسالو را همون مصیبتان را بروان کسالو را خبر گیری دستیاری کنند. یاردم کنن کسالا رو دردمندان انا او باید مورد فایده تره باید همه را خوب باید اکی رو باید احتیاط شدن مادر پدر ها باید صاحبی کنن در راه کوچه نمونن بسیار گشتن باید به نظارت نمونن های بعضی جایها هستند که گروه وای میشد و بعضی ناخوشی در روی میگن از همون سبب ها ممکن در کاره وای کردنش ممکن فکر من با فکرم درست است گروه شده ادگاره кардан фикрим خیلی вай است. Это радость для детей. Почему бы им один раз в год это не походить, не повеселиться? Ничего страшного в этом нету. В нашей религии такого нету. Но если это мусульманский, как раньше говорится, закон был, почему? Это детский праздник. Это праздник для детей. Вот. Один раз в год можно им позволить. Ничего страшного я в этом не вижу. نمیدونم واقعا من چون که ندونم من ادگاره من خونه هم نمیبرم یا آدمی دولینی خان کسل کوچه هم نمیبرم فکر منی چی نیست یا عیاد کسل من خدمت فکر مینم